با درودی دوباره به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان کانادا ITC، شما که در هر کجای کانادا، آمریکا و مکزیک که از طریق ساتلایت و یا شبکه جهانی اینترنت نظاره‌گر برنامه پژواک هستید. هموطنان عزیز، در ادامه رشته برنامه‌های پژواک این یکشنبه شب 19 تیر ماه 1390 خورشیدی در نظر داریم به دو مقوله جدا از هم بپردازیم. در نیمه اول برنامه میزبان دو هموطن فعال سیاسی هستیم که تصمیم به انجام کار مهمی گرفتند. این دو هموطن ما، یکی از اروپا و از کشور بلژیک و دیگری از کانادا و شهر مونتریال. آنها تصمیم دارند در حمایت و پشتیبانی از مردم ایران برای دستیابی به آزادی و دموکراسی 25,000 کیلومتر راهپیمایی کنند. آنها از کجا شروع می کنند؟ از چه کشورهایی عبور می کنند؟ و از همه مهمتر، مقصد نهایی آنها کجا خواهد بود؟ این پرسش ها و دیگر پرسش ها رو در میان می گذاریم با دو میهمان عزیز این بخش از برنامه، خانم کتی شیبانی و همچنین آقای حمید برهانی. خب کتی خانم، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم از دعوت شما. حمید خان، شما هم همینطور. سپاسگزارم از همکاری شما. خواهش میکنم. دوستان، همونطور که من در ابتدای صحبتام اشاره کردم، شما در نظر دارید که 25,000 کیلومتر راهپیمایی کنید. کتی خانم، در ابتدا برای بینندگان ما، قبل از اینکه وارد جزئیات این راهپیمایی بشیم، بفرمایید که در مورد خودتون چه کار میکنید و مشغول چه فعالیت‌هایی هستید در شهر مونتریال که ساکن هستید. من با سلام خدمت تمام بینندگان عزیزی که این برنامه رو میبینن. تازگی درسم رو توی رشته جامعه شناسی تا یه مقطعی رو تمام کردم. توی جمعیت‌های حقوق بشر مونتریال کار میکنم و مجموعاً فکر میکنم دغدغه ایران رو دارم. بله، درود بر شما. خب آقای شیبانی نازنین، شما چی؟ شما به چه کارهایی مشغولید؟ در بلژیک ساکن هستید؟ در کدوم شهر؟ قبل از اجازه بدید من هم درود بفرستم به بینندگان تلویزیون ایرانیان کانادا ITC و نام من برهانی، خانم شیبانی ایشونه. من مدیر و مؤسس یک آکادمی فرهنگ چینی در بلژیک هستم و مدت 26 سالی که در اونجا اقامت دارم. خب آقای برهانی گرامی، تشکر برای تصحیحتون. بفرمایید که به چه مشغول هستید در اونجا؟ از طریق این آکادمی که ما در اونجا تأسیس کردیم و من مدیر اجرایی اون هستم، تلاش میکنیم فرهنگ چینی و همچنین هنرهای چینی رو به روش‌های مختلف با بومیان اون منطقه رشدش بدیم. صحیح. خب کتی خانم، برای بیننده های ما بفرمایید که چطور شد این در واقع برنامه به ذهنتون خطور کرد که بیایید و به اتفاق آقای حمید برهانی یک مسافت 25,000 کیلومتری رو، واقعا یک مسافت سختیه، بپیمایید و این رو برای بیننده های ما صحبت بکنید که چگونه شد این به این نتیجه رسید که این کار بزرگ رو انجام بدید؟ فکر میکنم از 2 سال قبل که اتفاقات بعد از انتخابات در ایران شروع شد، فکر میکنم اغلب ما ایرانی‌ها دغدغه ایران رو به نوعی وارد زندگیامون کردیم. از جمله من فکر میکنم مثل خیلی از هموطنهای دیگه، فقط یه زمانی رسید که من احساس کردم فقط نشستن و طلب یه تغییر به تنهایی کفایت نمیکنه و نیازمند یه حرکتیه که این تغییر رو ما اعلام بکنیم به نوعی. ما ایرانیایی که بیرون از ایران هستیم، من برای خودم این وظیفه رو قائل هستم که
صدایی باشم برای تمام کسانی که فکر میکنم صداشون قطع شده در مملکتم. صحیح. خب آقا حمید، شما ساکن اروپا هستید همونطور که اشاره کردیم و چطور شد شما در واقع با کتی خانم به این نتیجه رسیدید که از اروپا بیایید اینجا و این مسافت رو طی بکنید؟ چه انگیزه‌ای در این ارتباط در شما وجود داشت؟ مهمترین انگیزه‌ای که در من هست اون علاقه من به کشورم ایرانه و به دلیل اینکه در طول 2 سال گذشته اعتراضاتی که مردم ما دارن در اونجا نتونسته به صورت رسمی در اونجا مطرح بشه، ما تصمیم گرفتیم که به روش خودمون اون اعتراض رو وارد ایران بکنیم. صحیح. و چرا این مسیر رو انتخاب کردیم؟ به دلیل اینکه بتونیم از حمایت تمام رسانه‌های عمومی که حمایت میکنن ما رو استفاده بکنیم و با تداوم اون حرکت، با تداوم اون خبر این حرکت رو بتونیم ادامهش بدیم و شاید بتونیم اون پیغام رو به صورت دیگری وارد ایران بکنیم. منظورم اینه که پیام ما پیام این نیست که براندازی باشه در اونجا، بلکه پیام ما اینه که معترض هستیم و خواهان این هستیم که معترض به چی؟ معترض به بله. من معتقدم که تمام ملیت هایی که در ایران هستند، تمام مذاهب و ادیانی که در ایران هستند، نژادهای مختلف همه به یک اندازه حق دارن که در اونجا تصمیم گیرنده باشن در مورد مسائل سیاسی. اما قدرتی که در ایران در حال حاضر حاکمه، قدرت تصمیم گیری رو تنها در اختیار یک قشر ما و یا بهتر بگم تنها در اختیار یک نگرش فکری ما قرار داده و این باعث این میشه که جامعه ما از اون حالت تعادلش در اومده و از پیشرفت مردم ما و کشور ما در منطقه جلوگیری میکنه. صحیح. خب توضیحاتی رو دادن آقای برهانی گرامی. کتی خانم، شما تا چه میزان فکر میکنید که در واقع آقای برهانی چقدر شما با نظراتشون موافق هستید؟ من قطعا فکر میکنم که ایرانی که من آرزوشو دارم ایرانیه که توش برای همه ایرانیا بدون در نظر گرفتن فکر سیاسی، اینی که از کجا اومدن، چه دین و مذهبی دارن، ایران مال همه ایرانی است. بنابراین قطعا فکر میکنم که تا زمانی که یک گروه خاص میخواد تصمیم گیرنده باشه و فکر کنه که ایران متعلق فقط به کسانیه که از یک سیستم خاص تبعیت میکنن که اونم ولایت فقیه، متاسفانه چنین امکانی برای تمام ایرانیان دگراندیش وجود نداره توی ایران. به همین دلیل فکر میکنم قطعا من اعتراض دارم، میدونم خیلی دیگه مثل من اعتراض دارن و به همین دلیل من الان دارم بیرون از یه مملکتی زندگی میکنم که عاشقشم و فکر میکنم که دلم میخواد بدونن که من اعتراض دارم به وضعیت حاکم در ایران در حال حاضر. بله. خب آقای برهانی گرامی، شما اشاره که فرمودید نقض حقوق بشر در ایران در ابعاد مختلف همونطور که کتی جان گفتن وجود داره و متاسفانه روز به روز هم به هر حال حادتر میشه. شما فکر میکنید که این حرکت شما، این حرکت اعتراضی شما که در قالب راهپیمایی و به صورت مدنی داره شروع میشه، چقدر فکر میکنید میتونه تأثیر داشته باشه در انعکاس خواسته های مردم ایران برای جهان یا کشورهایی که شما ازش عبور میکنید؟ من معتقد به این هستم که این حرکت ما همونطور که همه ما در جریانش هستیم قسمتی از حرکتی که مردم ما حداقل از 2 سال گذشته به صورت متداومتر اون رو شروع کردن و تأثیر این حرکت ما بستگی به حمایت مردمی داره که مثل ما فکر میکنن و یا حداقل معتقدن که زمان تنها اعتراض به اون صورت گذشته به پایان رسیده. یعنی اعتراضهای خیابانی ما
نتونسته پاسخگو باشه. سیستم حاکم در ایران ادعا میکنه که وجود خارجی نداره این اعتراضا، و اما با این حرکت ما اگر پشتیبانی رسانه‌های گروهی و نهایتاً شاید با همکاری تعداد دیگری از ایرانیان که مثل ما فکر میکنن ما بتونیم اون پیام رو به صورت رسمی وارد ایران بکنیم، مسلماً نیازی برای نیست که ما با چندین میلیون جوان دوباره در خیابان‌ها درگیر باشیم برای رسوندن اون پیاممون. ما معتقدیم که از این طریق، من منظورم من و کتی در حال حاضر اینه که میتونیم اون پیام اعتراض رو رسمیت بهش ببخشیم و مثل یک پیامبری، یک پیام رسانی که قرار پیغامی رو از نقطه به نقطه دیگه منتقل بکنه، ما اون پیام و اون پیغام رو مایلیم پخته ترش بکنیم و نهایتاً تقدیم کسانی بکنیم که مسئولیت حکومت رو در ایران در دست دارن. صحیح. خب خانم شیبانی، خانم کتی شیبانی، به من و بینندگان گرامی تلویزیون ITC و برنامه پژواک بفرمایید که مسیری رو که طی می‌کنید اشاره کردیم 25,000 کیلومتره. تا جایی که من در جریان هستم شما از اینجا به ونکوور و از اونجا آلاسکا و روسیه، بقیه مسیر رو هم اشاره بکنید از کدوم کشورها رو طی می‌کنید و نهایتاً به کجا ختم خواهد شد. بله. این بخش مهمشه. فقط یه نکته رو میخواستم اشاره کنم که من به عنوان یه ایرانی که بیرون از ایران داره زندگی میکنه فکر میکنم که همونجوری که حمید گفت فصل فقط تومار امضا کردن و اعتراض کلامی از نظر من برای من گذشته، برای کسی هم تعیین تکلیف نمی کنم. فکر می کنم زمان اون رسیده که یه حرکتی انجام بدم، خودم از پای کامپیوتر پاشم را بیفتم، اگر اعتراضی دارم منتظر نباشم که یک نفر دیگه این اعتراض رو اعلام بکنه، خودم اینو اعلامش بکنم و ببرم با خودم. مسیر ما همونجوری که فرمودین از ونکوور به آلاسکا و از آلاسکا ما میریم به سیبری، دو شهر آنادیر و ماگادان رو رد میشیم، احتمالاً تا ایرکوتسک میریم، بعد میریم به مغولستان و چین و در واقع اون کشورهای آسیای میانه که کشورهای مختلفی رو شامل میشه، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان که در واقع کشورهای جاده ابریشم هستن. بریم از راه عکس برمیگردیم به سمت ایران، نهایتاً قبل از ورود به ایران به ترکمنستان میرسیم و مقصد نهاییمون هم اصفهانه. به عنوان مرکز ایران انتخاب کردیم اصفهانو و این مسیریه که در نظر گرفتیم برای اینکه خیلی سمبولیک میخوایم بگیم که این کالایی رو که با خودمون آوردیم میخوایم برش گردونیم به مملکتمون. خیلی ممنون. حمید جان، کتی اشاره میکنه، میگه که کشورهایی رو که نام برد و نهایتاً ترکمنستان و از اونجا خب طبیعتاً وارد ایران میشید. احتمالاً شاید منظورشون استان گلستان هست، از اونجا وارد میشید و در نهایت اگر امیدوارم پیش آمدی پیش نیاد و اتفاقی نیفته شما به اصفهان همونطور که اشاره کردن میرسید. وقتی به ایران رسیدید فکر میکنید که دیگه کاری که باید انجام بدید رو انجام دادید یا اینکه در اونجا هم اگر فرصت پیش بیاد فعالیتی خواهد بود؟ چیکار خواهید کرد؟ بله، من امیدوارم که بتونم وارد ایران بشم و امیدوارم که بتونم اونجا برای مدت خدمت بکنم. یعنی من برای خودم یک برنامه 3 ساله رو گذاشتم که من مایلم در 3 سال در ایران فعالیت بکنم، خدمت بکنم برای کشورم. پس میخواید در واقع در ایران اینجوری که صحبت میکنید بمانید؟ مدت 3 سال. به مدت 3 سال. بله. اگر لازم نیست میتونید جواب ندید. این 3 سال میخواید چیکار بکنید؟ من به این نتیجه رسیدم که همه ما در کنار حقوقمون یک سری وظایفی رو داریم و وظیفه خودم میدونم که چیزی رو بسازم. من دوست دارم که
3 تا از روستاهای ایران رو در ساختن اون با بقیه اهالی اون روستاها شریک بشم. درود بر شما. خب شما چه دریمی دارید؟ من رشتم جامعه شناسیه و جامعه ایران رو از خیلی جهات جامعه نیازمند خدمت میدونم. یعنی توی خیلی زمینه ها اعتیاد، فحشا، خیلی چیزا الان داره قوقا میکنه. ما میشنویم، شاید خبرها اونجوری که باید و شاید به گوش ما نمیرسه بیرون از ایران، ولی میدونم که در هر صورت همیشه نیازمند به خدمتگزار هست توی اون مملکت. به عنوان یه خدمتگزار تا اونجایی که سوادم و انرژیم اجازه بده در خدمت مردمم باشم. من این آرزویی که دارم. خب کتی جان، الان به همینجا میرسم. میخواستم یه سوال دیگه از شما بپرسم که در پیوند با همین حرکتتونه، راهپیماییتونه، شما در مسیر طولانی که در پیش روی دارید، من خاطرم هست که قبلا صحبت میکردیم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم فرمودید که یه حدود 2 ماه طول میکشه اینجوری که برآورد کردید. حالا بعداً مشخص‌تر میشه چقدر واقعاً در مسیر راحت خواهد بود یا با مشکلاتی احتمالاً روبرو بشید که طولانی تر بکنه. بخواستم بپرسم که هموطنان ما ایرانیان خصوصاً چه کار میتونن برای شما بکنن؟ یعنی چه همکاری میتونن بکنن؟ مسلماً من قبلا که صحبت کردم شما بیشتر تأکید داشتید روی حمایت معنوی. منتها من در طول این چند روزه که با هموطنان صحبت میکردم، بودن افرادی که براشون خیلی جالب بود و فکر میکردن که بیشتر از این باید مثلا در کنار افرادی مثل شما قرار بگیرن و حتی میگفتن که ما کمک‌های دیگه مثل کمک‌های مادی مثلا در نظرشون بود، چگونه میتونیم ما هلپ بکنیم، کمک بکنیم. گفتم من میتونم این رو در گفتگوی تلویزیونی که با این دوستان دارم باشون مطرح بکنم و الان هم در واقع سوال مردمه که من دارم مطرح میکنم. خیلی ممنونم. من راستش راجب مادیات زیاد تبحری ندارم. اون چیزی که میدونم اینه که این سفر قطعا نیاز به یه سری تدارکات داره، ولی اون چیزی هم که میدونم اینه که بیش از هر چیزی من فکر میکنم که اگر هموطنان من ارزشی توی این کاری که ما داریم انجام میدیم میبینن، خب میتونن با سایت ما تماس بگیرن و به ما اعلام بکنن. ولی سایتتون اعلام کنید. اسم سایت ما هست barid.info. barid.info. بله. که بینندگان عزیز همین الان روی صفحه تلویزیون هم شما مشاهده میکنید. عزیزانی که مایل هستند با دوستان در تماس باشن، از طریق وبسایتشون که روی صفحه تلویزیون مشاهده میشه میتونید باهاشون در تماس باشید. هر گونه همکاری که دوست دارید یا فکر میکنید که از دستتون برمیاد براشون انجام بدید یا همکاری داشته باشید، حتما باشون در تماس باشید. خصوصا من فکر میکنم که کتی جان، ایرانی هایی که در کشورهای مسیر شما قرار دارن که اشاره کردید، به هر حال میتونن چیز بکنن، همکاری داشته باشن یا حتما با شما دیدار بکنن و سایر چیزهایی که به هر حال کتی جان داره اشاره میکنه. میخواستم حتما تاکید بکنم که یکی از دلایل ما برای این حرکت اعلام اینه که همه ایرانی ها بدون در نظر گرفتن ایدئولوژی یا حزب یا گروهی که بهش وابستگی دارن میتونن حول یه پیام واحد جمع بشن. به همین دلیلم خیلی پرهیز دارم از اینی که مبادا لیبل و اتیکت وابستگی به یه گروه خاص به ما خورده بشه. به همین دلیل اگر ایرانیان هموطن من به عنوان فرد ارزشی میبینن، واقعا این حرکت مال همه است، نه مال منه، نه مال حمیده، نه مال من فکر میکنم این حرکت هر ایرانیه که اعتراض داره به وضعیت موجود حاکم بر ایران. بنابراین اگر کمک میکنن واقعا سپاسگزارم و در این حال خیلی تاکید دارم که ما وابستگی به هیچ جا نداریم. بله. پس در واقع شما تاکید دارید، بینندگان عزیز، کتی جان و حمید تاکید دارن که افراد مستقلی هستن
و مایل هستند به عنوان یک هموطن ایرانی که در خارج از کشور هستند پیام رسان باشند به کشورهای دیگه، به مردمان دیگه و صرفاً کارشون کار حقوق بشری هست و پشتیبانی از مطالبات مردم ایران. درست میگم؟ دقیقاً. بله. خب حمید جان، ما تقریباً بیش از شاید 3 دقیقه‌ای نداشته باشیم تا پایان برنامه. با توجه به صحبت‌هایی که شد من پرسش زیاد دارم، منتها ممکنه شما و کتی چیز خاص دیگه‌ای در نظر داشته باشید که به نظرتون بیاد که باید مطرح بشه. اجازه بدید که من پرسش نکنم، به شما بگم که صحبتی اگر هست یا چیزی در نظر دارید که با بینندگان در میان بذارید صحبت بفرمایید. راستش من مایلم که با مردم خودم اینطور سخنمو آغاز بکنم. چیزی که از قلب من در میاد امیدوارم همونطورم به قلب کسانی که صدای منو میشنون بشینه. من میدونم مثل من ایرانیان زیادی هستن که معترضن به سیستمی که در حال حاضر در ایران قدرت رو در دست داره. من از اون ایرانیانی که این رو درک میکنن و با من همصدا هستن میخوام که با من همصدا باشن، به روش‌هایی که خودشون میدونن میتونن ما رو حمایت بکنن، نظراتشون رو میتونن با ما در میان بذارن از طریق وبسایت ما، میتونن با ما وارد ایران بشن. به دلیل اینکه یکی از ایرانیانی که ما در این شهر شما تورنتو با ایشون آشنا شدیم عنوان میکردن که اگر ما بتونیم با جمعیتی حدود 100 تا 150 نفر با هم وارد ایران بشیم و اگر اون 100 یا 150 نفر ایرانیانی باشن که شناخته شده هستن و وابستگی سیاسی به گروه‌های خاص یا احزاب اپوزیسیون نداشته باشن، میتونن تاثیرگذارتر باشن. در کنار این ما تاکید میکنیم که پیام ما پیام تمام احزاب سیاسی ایران، پیام تمام اقشار جامعه ایران، قوم‌های ایران و دین‌هایی که نمایندگان در ایران هست هم میتونه باشه. بله، خیلی ممنون آقای برهانی عزیز. خب کتی جان، کلام آخر با شما. کلام آخر سپاسگزاری از تمام هموطنایی که توی این شهر به ما کمک کردن ما راهمون رو آرومتر و با نرمش بیشتری رد بشیم. تشکر از تلویزیون ایرانیان کانادا ITC، تشکر از نشریه شهروند که به ما این فرصت رو داد حرفمون رو بزنیم، با چه روی بازی از ما پذیرایی کردن. خیلی ممنونم. دوستان در شهروند همیشه همینجوری خوش اخلاق هستن، یعنی واقعا ما رو شرمنده کردن از این همه صفا و صمیمیت. دوستان بوک کلاب که به ما اجازه دادن برنامه‌مون رو اعلام بکنیم، خود برنامه شما، برنامه پژواک که به ما این فرصت رو میده، چون نهایتا اون چیزی که ما میخوایم اگر این راه طولانی رو انتخاب کردیم برای اینه که جلب توجه کنیم. بنابراین این فرصت رو اگر به ما میدید که حرفمون رو بزنیم، نهایت تشکر رو داریم ازتون و امیدواریم که کار ما، وظیفه ما خبررسانی است و مخصوصا کارهای خوبی از این دست. همه رسانه ها مسلما باید این کارو بکنن. من امیدوارم که هموطنان دیگه‌ای که صدای ما رو میشنون، خصوصا صاحبان رسانه یا کسانی که به رسانه ها نزدیک هستند، کوشش بکنن در حد توان منعکس کننده این حرکت کتی و حمید باشن. دوستان، از اینکه به برنامه پژواک خوش آمدید نهایت تشکر رو دارم و امیدوارم که راهتون رو آغاز بکنید و با موفقیت هم به پایان برسونید و یقینا با اراده‌ای که در شماها می‌بینم موفق خواهید بود. خیلی سپاسگزارم از همکاری شما. قربان شما. کتی جان خیلی ممنون. بینندگان عزیز، با سپاس دوباره از شما برای مشاهده این بخش از برنامه پژواک، نیمه دوم رو با 2 مهمان دیگر پی می‌گیریم.
خب بینندگان عزیز برنامه پژواک، برگشتیم و نیمه دوم رو پی میگیریم. هموطنان عزیز، در نیمه دوم برنامه پژواک دو میهمان فعال در عرصه اجتماعی داریم. خانم سارا اکرمی، سرپرست انجمن فعالان حقوق بشر دانشگاه یورک و آقای دکتر فریدون رحمانی، سرپرست خانه کرد در تورنتو. این دو نهاد فعال اجتماعی در نظر دارند تا در روز یکشنبه 17 ماه جاری، ماه جولای، که مصادف با 22مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو هست، سمیناری تحت دو عنوان تروریسم دولتی و همچنین وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کنند. خانم سارا اکرمی و آقای دکتر فریدون رحمانی گرامی، به برنامه پژواک بسیار خوش آمدید. درود بر شما و بینندگان برنامه‌تون، مرسی از وقتی که به من دادید. آقای دکتر رحمانی، شما خیلی خوش آمدید. همچنین خوشحال هستم در خدمتتون. خب سارا خانم، شما به عنوان سرپرست انجمن دانشجویان دانشگاه یورک بفرمایید که چطور شد تصمیم گرفتید به اتفاق خانه کرد و در 22مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو سمیناری رو برگزار کنید تحت دو عنوان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و همچنین حقوق بشر در ایران؟ خب برای انجمن ما اون چیزی که اهمیت داره، همونطور که توی اساسنامه‌مون نوشته شده، هدف اصلی ما افشای نقض حقوق بشری هستش که در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی برای مردممون اتفاق میفته و همچنین ما با برگزاری این برنامه‌ها سعی می‌کنیم که از پایان دادن به دیکتاتوری جمهوری اسلامی حمایت کنیم. اون چیزی که برای ما اهمیت داره این هستش که زمانی که جمهوری اسلامی در سال 1358 در ایران روی کار اومد، دو تا استراتژی کشتن رو برای حذف مخالفان خودش اجرا کرد. یکی کشتن مخالفانش در داخل ایران بود که از اعدام‌های وسیع و قتل عام دهه 60 میتونم بگم و همچنین جنایتی که تا امروز مرتکب میشه. استراتژی دومش کشتن مخالفانش در خارج از کشور بود و اومد به ترور تعداد زیادی از فعالان سیاسی در خارج از کشور پرداخت. اون چیزی که برای ما اهمیت داره این هستش که کشور ما یک کشور خیلی گوناگونی هستش، داره نژادها و زبانهای مختلفی هستش و مردم کشور ما از هر نژادی که هستن با هر زبانی که صحبت میکنن تحت ستم این رژیم قرار گرفتن. یکی از مسائل مهم کشور ما مسئله کردستان هستش، به خاطر اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم اولین خیزش ها و عکس العمل ها علیه رژیم جمهوری اسلامی در کردستان شروع شد بعد از روی کار آمدن این رژیم. دکتر عبدالرحمن قاسملو هم مسلماً صدای مردم کردستان ایران رو انعکاس میدادن که چگونه تحت ستم این رژیم هستن، به خاطر اینکه خمینی اومده بود از سیاست مشت آهنین استفاده میکرد که بتونه مخالفان خودش رو حذف فیزیکی کنه. بنابراین برگزاری یک چنین سمیناری باعث میشه که ما یاد و خاطره دکتر عبدالرحمن قاسملو رو زنده کنیم، به خاطر اینکه ایشون از نظر ما هموطن ما بودن که خواسته های مردم کرد کشور ما رو داشتن انعکاس میدادن و بیگناه به خاطر مخالفتشون با جمهوری اسلامی کشته شدن. بله، خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب آقای دکتر فریدون رحمانی گرامی، بفرمایید از چگونگی این گرد همایی و دو سابجکتی که در واقع همونطور که اشاره کردم، مسئله تروریسم دولتی جمهوری اسلامی و وضعیت حقوق بشر در ایران، از نگاه و منظر خودتون این روی توضیحی بدید. از نقطه نظر پیوستگی میان در واقع تروریسم و تروریسم دولتی یا به قول انگلیسی ها state sponsored terrorism، یعنی تروریسمی که دولت ساپورتش میکنه با حمایت و دستکاری دولت ها،
این رابطه بسیار مستقیمی با حقوق بشر داره. این یک چیز کاملا مشخصیه. فانکشن و کارکرد اصلی و هدف اصلی تروریسم اینه که حقوق بشر رو در واقع به اصطلاح محو بکنه و اصلا نفی بکنه و از بین بردن افرادی که حقی چه سیاسی چه اجتماعی دارن اونها رو به هر حال از بین ببره. این دو تا موضوع کاملا به هم پیوسته ای هستن و چه ما حقوق بشر رو مطرح بکنیم به هر حال نفیش مسئله است و چه تروریسم رو مطرح بکنیم که بسیار پیوستگی نزدیک داره، به هر حال از هر دو طرف مطرح هستش پیوستگیشون و بنابراین به نظر من بسیار جا داشت که این دوتا رو همزمان با هم در کنار هم بررسی بکنیم. و دلیل این که ما اومدیم با دوستان عزیزمون در یورک، دانشجویان یورک به سرپرستی خانم اکرمی که از دوستان خودمون هستن این کار رو انجام بدیم، در واقع اساسنامه خانه کرد همکاری و دست دوستی دراز کردن با سازمان‌های مختلفه، چه دوستان عزیز ایرانیمون باشه و سازمان‌های مربوطشون و چه فرا ملی و خارج از ایران باشه، سازمان‌های مالتی کالچرال کانادایی. این هدف ماست که ما بتونیم در کنار هم برنامه‌های مشترکی رو داشته باشیم و این همزیستی و همکاری و روح به اصطلاح تعامل رو با هم اجرا بکنیم. صحیح، خیلی ممنون. سارا خانم، همونطور که میدونید تروریسم دولتی یکی از خطرناکترین تروریسم ها به حساب میاد و علت آن هم سازماندهی سیستماتیک با پشتیبانی در واقع دولتی هست. میخواستم از شما بپرسم که این نوع از تروریسم امروز جهان تا چه میزانی تونسته باهاش آشنا بشه و فکر میکنید که آیا پی به عمق این خطر بردن تروریسم دولتی رو؟ خب من اگه بخوام در زمینه جمهوری اسلامی و پاسختون رو بدم، به نظر من کشورهای آزاد دنیا، کشورهای دموکراتیک دنیا، دولت‌های غربی میدونن که جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی هستش در کنار تمامی اون جنایاتی که علیه مردم ایران انجام میده. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حکومتی هستش که در کنار اینکه اومد فعالان سیاسی ما رو در خارج از کشور ترور کرد، با بسیاری از گروه‌های تروریستی دنیا مثل حماس و حزب الله در ارتباط هستش و پولی که برای مردم ایران هست، برای خانواده‌های ایرانی هستش، به اونها داده میشه که این تروریسم حمایت بشه. اما مسئله مهمی که هست اینه که مبادلاتی که بین کشورهای غربی و جمهوری اسلامی در پشت پرده هستش باعث شده که کشورهای غربی یک ذره این مسئله رو جدی نگیرن، یک ذره چشم پوشی کنن در موردش، به خاطر اینکه میدونن اگر بخوان جمهوری اسلامی رو زیاد فشار روش بذارن به خاطر همین کارهای تروریستی که انجام میده و مسئله نقض حقوق بشری که در ایران هستش، میدونن که منافع اقتصادی خودشون به ریسک میافته، واسه همین نمیان زیاد این مسئله رو جدی بگیرن. خب ما اگه بخوایم همینجوری به این توضیحات شما با این دید نگاه بکنیم، خب خیلی از کارهای تروریستی که در اروپا اتفاق افتاده، یکیش همین موردی که اسم بردیم، ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو. حتی یکی از ژورنالیست‌های معروف که احتمالاً آقای دکتر رحمانی اسمش رو به خاطر داشته باشه، کتابی نوشت تحت عنوان اسکورت به سوی تهران و تروریست هایی که دست به این ترور زدن در سال 1989 رو در واقع اسکورت کردن به فرودگاه در کشور اتریش و در وین پایتخت اونجا و به سوی تهران فرستادن. میخوام در تایید صحبت‌های شما بگم که در واقع در خیلی از موارد این اتفاق افتاد. تنها موردی که تونست اندکی تقریبا تفاوت داشته باشه دادگاه میکونوس بود که سیستم قضایی آلمان در واقع واقعا نشون داد که مستقل میخواد عمل بکنه و بعد از 5 سال در واقع کش و قوسی که بود در حین بر این دادگاه و تحقیقاتی که میشد با اسناد خیلی محکمی نشون دادن که علت و انگیزه این
ترور، یعنی ترور میکنوس منظورمه چی بود. متاسفانه اونای دیگه همونطور که شما گفتید خانم اکرمی چیز نشد، به نتیجه‌ای نرسید. آقای دکتر رحمانی گرامی، شما به عنوان یک چهره فعال کامیونیتی و خصوصا کامیونیتی کردها در تورنتو و اطراف، البته من دارم محدودش میکنم، شما همه جا حضور دارید در امریکا و در جاهای دیگه، بفرمایید که چرا یادآوری نقض حقوق بشر و جنایاتی که در این پیوند اتفاق افتاده یا میفته نباید ما سکوت بکنیم و به صور گوناگون این رو در واقع باید مطرح بکنیم، مثل همین به اصطلاح سمیناری که شما در 17 همین ماه روز یکشنبه، درست میگم، در تورنتو برگزار میکنید. چرا نباید سکوت کرد؟ به نظر من سوای مسئله انسانی قضیه که اینجا یک نفی وجود میشه، یعنی یک انسان در واقع الیمینیت میشه از حق حیات و از بین برده میشه، مسئله امنیت بشریه، مسئله خطراتیه که نسل‌ها رو در بر میگیره. این شیوه یک شیوهی شده الان در این 30 سال اخیر جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه‌ای که در این خط کار کردن در واقع یک اصل شده براشون که ما هر زمان بخوایم در هر نقطه از دنیا هر کاری بخوایم بکنیم این کار رو انجام خواهیم داد. اگه بخوایم مثلا شخصی یا سازمانی رو هدف قرار بدیم به راحتی میتونیم در هر نقطه دنیا با اهرم‌هایی رو که داریم و افرادی که در نقاط مختلف ترین دادیم و آموزش دادیم اینا رو میتونیم انجام بدیم. مسئله‌ای که هست با همکاری با هم و افشای این قضیه و حمایت سازمان‌های بین‌المللی، افکار جهانی و سازمان‌های بشردوست ما میتونیم دست به دست هم داده و سوای افشاگری در برابر این بایستی قد علم کنیم. به صورت نگارش شده، به صورت صحبت شده، به صورت تحلیل و آنالیز شده، به صورت پتیشن و امضا شده، هر کاری شده بایستی ما نشون بدیم که این حرکت کاملا اشتباهیه، ضد دموکراسی و ضد حقوق انسانه و بایستی این یه جایی بایستی استاپ بشه. متاسفانه در 30 سال اخیر سابقش زیاد بوده، در طول تاریخ هم بوده، در انقلاب فرانسه هم تروریسم دولتی و تروریسم حمایت دولتی اینا بوده، ولی متاسفانه همونجوری که خانم کاندالایزا رایس هم 8-9 سال پیش مطرح کردن به خوبی اشاره کردن که شدیدترین و خشنترین نوع تروریسم دولتی حکومت ایران بوده و اوج ترورهاش یکیش ترور قاسم رو بوده، چون انصافاً کردها همیشه خواستن روی میز مذاکره مسئلهشون حل بشه، به ناچار مجبور به استفاده از اسلحه شدن. یعنی شما حساب کنید شخصی دعوت میشه روی میز مذاکره و همونجا نقش زمین میشه. این در اوج جرم و جنایت به نظر من. یا عده‌ای در یک رستوران در سال 93 در قلب اروپا، قلب دموکراسی اروپایی، بحث و مجادله و تحلیل سیاسی و آکادمیک میکنن راجع به بررسی اوضاع و همونجا نقش زمین میشن و کشته میشن. به نظر من این دیگه خشن‌ترین نوع جرم و جنایته و واقعا انصافاً هر انسان اندیشمند و انسان دوست و اومانیستی بایستی از این قضایا به نظر من حمایت کنه و در این افشاگری شرکت کنه. بله، خیلی ممنون آقای دکتر رحمانی گرامی. سارا خانم، به نظر شما برای افشای هرچه بیشتر ماهیت تروریستی رژیم هایی که از تروریسم پشتیبانی میکنن مثل رژیم جمهوری اسلامی ایران، هموطنان آگاه و فعال ما در عرصه اجتماعی و سیاسی چی کار باید بکنن؟ یعنی منظورم اینه که همونطور که میدونیم که این رژیم ها دست به هر ترفندی میزنن، همونطور که آقای دکتر رحمانی هم اشاره کردن، واقعا برای شناسوندن این ماهیت و افشاش نه فقط برای ایرانی ها، چون که ایرانی ها در ابعاد بسیار بزرگی با این مسئله آشنا هستند، ولی خب جهانی هم یا کشورها و شهرهایی که ما درشون زندگی میکنیم چیکار باید کرد؟
خب به نظر من وظیفه فعالان سیاسی و حقوق بشر ایرانی که در خارج از کشور هستن و ساکن کشورهای مختلف دنیا هستن اینه که باید به افشای چهره واقعی رژیم جمهوری اسلامی بپردازن و با برگزاری همین سمینارها و برنامه‌ها با این کارشون بتونن جمهوری اسلامی رو در عرصه جهانی منزوی کنن، مخصوصا اینکه این چهره جمهوری اسلامی رو به سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی این کشورهای خارجی نشون بدن، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تروریسمش فقط مخصوص مردم ایران نبود. جمهوری اسلامی تروریسمش مردم کشورهای دیگر هم قربانی کرد. برای مثال در سال 1994 انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس یه نمونه دیگه‌اش بود. بنابراین ما زمانی که این برنامه‌ها رو می‌ذاریم، این سمینارها رو می‌ذاریم، شهروندان خارجی، شهروندان کشورهای مختلف، اینها در مورد جمهوری اسلامی بر اطلاعات عمومیشون اضافه تر میشه و میدونن که چه حکومتی پشت این عملیات های تروریستی هستش. بله. آقای دکتر رحمانی، سارا جان اشاره کرد به اینکه کشورهای دیگه و مردم و ملت‌های دیگه برای آگاهی بیشتر از این وضعیتی که حالا مثلا در خاورمیانه و خصوصا در کشور ما وجود داره و این اتفاقات ناگوار، میخواستم از شما بپرسم که در سمیناری که 17 یه روز یکشنبه 17 همین ماه جولای در تورنتو برگزار میشه، برای بینندگان عزیز ما توضیح بدید که در واقع آیا ورود برای همگان آزاده و مجانی و همچنین چه شخصیت‌های مختلفی در اونجا هستن؟ حالا میدونم ایرانی که حتما هست، ولی آیا شخصیت‌های خارجی هم، یعنی خارجی منظورم غیر ایرانی، کانادایی غیر ایرانی حضور دارن؟ چجوری هست؟ هدف در این سمینار این بود که ما بیشتر خطابمون در واقع دوستان غیر کرد و غیر ایرانی بیشتر باشه تا اینکه ایرانی و کرد. به خاطر همین فوکوس اصلی بیشتر روی به زبان انگلیسیه، گرچه به زبان‌های دیگه هم میشه صحبت کرد و ترجمه میشه کرد یا دیالوگ داشت اونجا. برنامه قرار تعدادی از اکادمیسیان های دانشگاه های مختلف و فعالین سیاسی از جمله سازمان حقوق بشر اونتاریو و از پارلمان کانادا و پارلمان فدرال و پروینشال افرادی رو دعوت کردیم. حالا لیست 10-12 نفری هستش که مطمئناً بیشترشون مشارکت خواهند داشت و صحبت خواهند کرد، هر کدوم در پانل های مختلف، یا حقوق بشر یا تروریسم دولتی، و برای همه آزاده و مشارکت برای همه مجانیه. بله. و ظاهرا تدارک هم دیده شده که یک ریفرشمنت یا چای و پذیرایی بشه در موقع بریک و من فکر میکنم یک محفل متفاوتی خواهد بود، برای اینکه یک سوای دایورسیتی که هست از تنوع افراد و سازمان‌های خاصی که و فرهنگ‌های خاصی که دخالت خواهند داشت، موضوعیه که خیلی سال‌هاست روش کار نشده اینجا. یعنی من سمینار رو ندیدم واقعا روی مسئله تروریسم دولتی و حقوق بشر یا حداقل به طور جداگانه دیتیل کار کرده باشن و از افراد مختلف دعوت شده باشه روی این به زبان انگلیسی صحبت کنند. بله. اینه که من مثبت می‌بینم و امیدوارم حضور دوستان و هموطنانم داشته باشیم اونجا. بله. خب من فکر میکنم تا جایی که خبر دارم میهمان راه دور یعنی خارج از کانادا هم دارید. یکی از اونها فکر کنم کارول پرون هوبره، بله، یکی از نویسندگانی که راجع به کردستان و دکتر قاسم لو هم کتابایی رو نوشته، یک ژورنالیست خارجی هستن. بله. کارول پرون هوبره که از آمریکا میاد. بله بله بله. خب سارا خانم گرامی، در پیوند با همین سمینار که در روز 17 روز یکشنبه برگزار میشه، خوب خواهد بود اگر بینندگان ما رو در جریان قرار بدید که محلش کجاست، ساعت چند شروع میشه و به هر حال
اگر توضیح بیشتر هر چی که دوست دارید بفرمایید. این برنامه روز یک شنبه 17 جولای هستش در سالن کانسل چمبر نورث یورک سیویک سنتر 5100 یانگ استریت. 5100 یانگ استریت. رأس ساعت 3 برنامه شروع میشه تا ساعت 6 ادامه داره. بعد با توجه به اینکه تا جایی که میدونم شما حتما ساعت 3 شروع میکنید، هموطنان ما میتونن مثلا بیان از ساعت 2:30 اینا وارد؟ بله میتونن زودتر تشریف بیارن به خاطر اینکه برنامه رأس ساعت 3 شروع میشه. بله. من پیشنهاد میدم اگه اجازه باشه قراره که از ساعت 2 یه حالت ریسپشن باشه، بتونن یه مینگلینگ بکنن و صحبت بکنن با مهمونا و با دوستان. اینی که فکر میکنم زودتر حضور به هم برسونن اونجا بهتر. هموطنان عزیزمون که تشریف میارن، بعضی هاشون البته همه با این آدرس آشنا هستن، همین میدان ملت‌مند و سالونی که در اونجا سالن اجتماعات سالن اجتماعاتش. منتها اونایی که احتمالاً آشنا نیستن یا خارج از تورنتو هستن و با اتومبیلشون میان، اونجا فکر کنم هم در نزدیکی اونجا پارکینگ های مختلفی هستش که مشکلی این دور هست هم بیرون هستش. بله، روزی یک شنبه هم هست راحت. بله میتونن به راحتی اونجا پارک بکنن. خب آقای دکتر رحمانی عزیز، با توجه به دقایق پایانی برنامه مایل بودم که اگر در این پیوند صحبتی هست، نقطه نظری دارید با بیننده های ما در میون بذارید تا به سارا خانم من برسیم. من نظر خاص دیگه ای ندارم. اونجا صحبتامون رو خواهیم کرد راجع به مسئله حقوق بشر و استیت تروریسم یا تروریسم دولتی و مطمئنم از یک شانسی خواهیم داد که یا خواهد بود که دوستان با هم اونجا صحبت بیشتر بکنن و به هر حال هم ما یاد بگیریم، هم دوستان بتونن اطلاعات بیشتری رو به دیگران بدن به صورت مشارکتی. و من فکر میکنم برنامه خوبی خواهد بود و امیدوارم کراود به قول معروف بیشتر باشه و همکاری خوب باشه و متشکرم از شما. خب اگر دوستانی بخوان، نمیدونم حالا هر کدومتون بخواید این مورد رو پاسخ بدید، برای اطلاعات بیشتر آیا چیکار باید بکنن؟ اگر هموطنان بخوان تماسی بگیرن، اطلاعات بیشتری کسب بکنن، آیا به ایمیل خاصی مراجعه بکنن، تلفنی هست مراجعه بکنن، زنگ بزنن؟ بله میتونن به ITC تلویزیون زنگ بزنن و اطلاعات کوردیش هاوس هستش و اطلاعات فکر کنم سازمان دانشجویان یورک یونیورسیتی هستش، میتونن. و روی فیسبوک هم هستش، توی مطمئنا توی کوردیش هاوس کانادا یه گروپیه که جدیداً درست کردیم از طرف کوردیش هاوس، اونجا خواهیم گذاشت. دوستانی که در واقع ممبر هستن در کوردیش هاوس کانادا توی وبسایت یا توی فیسبوک میتونن به آدرس فیسبوک شما فرمودید کوردیش هاوس کانادا. یه گروپی رو تشکیل دادن بچه‌ها و اونو لود میکنیم روی اون. شما هم حتما یک چیزی رو روی فیسبوک میذارید. بله این هفتم توی نشریات تورنتو ما آگهی میدیم، حتما هموطنان تورنتو میتونن بهش مراجعه کنن. از طریق نشریات هم یعنی در واقع اطلاعاتی اگه میخوان کسب بکنن. خب خانم سارا اکرمی گرامی، با توجه همونطور که عرض کردم دقایق پایانی، اگر شما هم توضیحی دارید خصوصا برای هموطنان عزیزمون که حتما حضور داشته باشن و از در واقع این سمینار استفاده بکنن، اگر موردی هست اشاره بکنید در میون بذارید با هموطنان، خوشحال میشیم بشنویم. من فقط خیلی دوست دارم که هموطنان ما روز یک شنبه حتما در این برنامه شرکت کنم، به خاطر اینکه باید حتما یاد عزیزان ما، هموطنان ما که قربانی رژیم جمهوری اسلامی بودن همیشه زنده باشه و امیدوارم روزی بشه که کشور ما از دست این رژیم دیکتاتوری آزاد بشه و آزادی به همه مردم ما برگرده. سپاسگزارم. خب آقای دکتر فریدون رحمانی، سرپرست خانه کرد در تورنتو، با سپاس از حضورتون در برنامه پیشواز و همچنین خانم سارا اکرمی، سرپرست انجمن دانشجویان دانشگاه یورک در دفاع از حقوق بشر در ایران. درست دارم میگم یا تصحیحم کن؟ انجمن فعالان حقوق بشر. بله. خب خیلی ممنون از حضورتون در برنامه. سارا جان خیلی ممنون، سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز،
به پایان این رشته، این بخش از در واقع برنامه پژواک رسیدیم. نیمه دوم برنامه پژواک هم در اینجا به پایان رسید. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به یزدان پاک میسپارم. خدا نگهدار.